بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. از سخنان ارزشمند همه سخنرانان، هم قاری قرآن که قرائت قرآن جاهلبی خواندن تا عزیز من حافظ محمد طیب و مقالا و سخنان ارزشمند و زیبای جناب مفتی حفظه الله و سخنان هم ارزشمند نماینده محترم زاهدان جناب آقای یار محمدی استفاده کردید و فرصت هم کوتاه هست و ما انشالله کوشش میکنیم که سر وقت نماز را برقرار کنیم، برپا بکنیم. و دو سه تا مطلب بنده خدمت شما عرض میکنم. اولا که ما سعی بکنیم و جدی باشیم تا از دست آورده های ماه مبارک رمضان محافظت کنیم. دستاورده های ماه مبارک رمضان فراوان بود، بسیار زیاد بود و رمضان آمده تا ما را با این دستاوردها که در ماه رمضانند آشنا بگردانه و نزدیک بگردانه و بعد از رمضان این برنامه ها را ما بتوانیم ادامه بدیم. و اگر ما این دستاوردها را ویل بکنیم ضایعات بزرگی پیش می آید و نقصان بزرگ. ثواب در رمضان ما را میرسه، ولی اون اهدافی را که از روزه رمضان هست و او حکمتی که در ماه رمضان روزه رمضان هست و رمضان هست، او حکمت فوت می شود. همانطوری که شما در ماه رمضان هجوم آوردید به مساجد و نمازهایتون را با جماعت در مسجد ادا کردید، این دستاورد دست کمی نیست. این دست کم نگیرید، خیلی بزرگه و تلاش و کوشش بشه که رابطه ما بعد از ماه رمضان با مسجد برقرار باشه، چون مساجد خانه پروردگاران و ما وقتی که با خانه خدا در ارتباط میشیم و با جماعت مسلمین رابطه برقرار میکنیم، گرگ انسان که شیطان ما را نمیتونه بخوره، نمیتونه شکار بکنه و این گرگ در کمینه و هر کسی که جدا بشه گرگ او را پاره میکند و او را از بین میبرد. و لحاظا رابطه با مسجد توصیه میکنم، مهمه، یکی از دستاوردهای عظیم رمضان است. این رابطه بعد از ماه رمضان برقرار باشه و انشالله 5 وقت نمازتون با جماعت ادا بشه و این سنت مؤکده و بسیاری از علما و فقها این را واجب قرار دادن و لحاظا مهمه و حیاتی. رابطه شما با مسجد علامت ایمان شما است و هر کسی را دیدید با مسجد ارتباط داره میتوانید، حدیث آمده، شهادت بدید به ایمان او. چرا که آدم منافق نمیتونه همیشه با مسجد در ارتباط باشه، ولی مؤمن مخلص میتونه با مسجد در ارتباط باشه. برای که ما از نفاق بری باشیم و دور باشیم سعی بکنیم که رابطه با مسجد برقرار باشه. همانطور که عزیزان من در ماه رمضان سحر بلند شدید و تمام شب از بسیار تمام شب بیدار بودن و طول ماه رمضان اگر خوابیدن نیم ساعت و 10 دقیقه تمام شب بیدار بودن، روز استراحت می کردن. شما بعد از رمضان حداقل موقع سحر، حداقل 1 ساعت قبل از اذان، 3 ساعت قبل از اذان، حداقل نیم ساعت قبل از اذان بلند بشید. و این نماز سحر نمازی است که مثل نداره عزیزان من. بهترین نماز و بعد از نمازهای 5 وقت که نماز فرضی هست، بالاترین نماز و با ارزشترین نماز سحره. وقت سحر بیدار بشید، هم این نفع
منافع معنوی داره برای شما. معنویت شما سالم میمانه، هم جسم شما سالم میمانه، از سکته قلبی محفوظ میشید، روح روان شما سحرخیزی تاثیر داره و این یکی از دستاوردهای مهمه و این از دست ندید عزیزان. چون این شبای زندگی من و شما کمان و معلوم نیست که زندگی به پایان میرسه و من و شما میرویم و بالاخره این شبها که من و شما تمامشون را خوابیدیم به ضرر من و شما میشوند و حسرت میبریم آنجا. کاش سحر بیدار میشدیم و نماز سحر میخواندیم. و از دستاوردهای مهم رمضان عزیزان من خود روزه است و این روزه را همانطور که جناب مفتی فرمودن حفظه الله انشاءالله دوشنبه و پنجشنبه را هر هفته روزه بگیرید. خصوصا به شما جوانان توصیه میکنم که انرژی بیشتر دارید، ولی اگر نتوانستید حداقل ماه 3 روز روزه بگیرید. هیچ ماه نبوده که آن حضرت روزه نگیره و حداقل 3 روز روزه میگرفته و صحابه کرام هم امر کرده آن حضرت که به صوم 3 ایام هر ماه 3 روز روزه بگیرید. این روزه تاثیر گذاره، اینم برای صحت و سلامتی شما هم دستاورد داره، تاثیر داره و سلامتی معنوی شما را تضمین میکنه و شما به اصلاح من و شما و هدایت من و شما این بسیار تاثیر گذاره و کوشش بکنه که این انشالله داشته باشید. صدقات دادید، افطاری دادم عزیزان، الله تعالی عزیزان جزای خیر بده که در مساجد افطاری دادن. شما زکات دادید، خیرات دادید، دستتون جاری بود، دستتون دراز بود. این صدقات و سخاوتمندی خودتون را بعد از رمضان فراموش نکنید. صدقه بدید، الله میدهد و الله تعالی نترسید از پروردگار که روزیتون را کم میکنه، کم میشه، عوض الله نمیدهد. نه، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. هر چه شما بدید الله عوض میده و الله تعالی بهترین رازقان هست و این دستاورد مهمی است. صدقات. دستاورد دیگر رمضان تلاوت قرآن بود و قرآن کتاب الله تعالی است. با قرآن در ارتباط باشید، با قرآن نزدیک باشید و توصیه بنده به آنانه که قرآن هنوز بلد نیستن، جوانان یا مسنن یا خواهر و مادران، همه تلاش کنن که قرآن بلد باشن. اگر همه قرآن نشده 1/3 قرآن، 1/4 قرآن یاد بگیرن. ولی تا زمانی که قرآن یاد نگرفتن توصیه بنده آنه که برای تلاوت سوره فاتحه را انتخاب کنن. سوره فاتحه را بنشینن 10 بار 100 بار سوره الحمد تلاوت کنن و سوره اخلاص انتخاب کنید برای تلاوت تا زمانی که شما دیگه سوره قرآن یاد نگرفتید. 100 بار یک جا بشینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میدانید شما اینه که تلاوت کردید چقدر الله به شما 1/3 قرآن تلاوت کردید. شما سوره الحمد اگه 1 بار تلاوت کردید، شما 1 بار قرآن گویا ختم کردید، خیلی ثواب داره. و این سوره ها را بخونه. سوره دیگه هم هستن، همین سوره هایی که از علم تر کیف سوره کوچک یاد دارید، همین را یک بشینید و بخونید. این تلاوت و ذکر الله را فراموش نکنید. ذکر تاثیر. رمضان ذکر کردید و بالاخره دهانتون بسته بود و ذکر بکنید. بعد از رمضان این ذکر را ادامه بدید، در طول سال تلاوت ادامه بدید، نماز با جماعت ادامه بدید، ماه 3 روز هفته 2 روز ادامه بدید برای روزه و صدقات بدید و خیرات بدید و استغفار و توبه کردید، گریه کردید، تضرع و زاری کردید. همه اعمالی را که شما در رمضان ادامه دادید اینها دستاورد شما. و از دستاورد مهم رمضان پریز از گناه، فرار از گناه،
دوری از گناه دوری بکنید. چرا با گناه ناراضگی خدا نزول میکنه، چرا با گناه شیطان با انسان نزدیک میشه و قرب شیطان برای من و شما خطرناک هست. و از مال مردم حرام پرهیز بکنید و از همه گناه ها پرهیز بکنید. از دستاورد ماه رمضان هم بود که هیچگاه از خدا فراموش نمی شدید و لحظه از خدا فراموش نشیم و خدا را از یاد نبریم و با خدا باشید. هر جا هستید بودید با الله تعالی باشید و لحظه این توصیه هست و مهمه. نماز جمعه بیایید شرکت کنید و نماز جمعه برای شما مهمه، نماز عیدین برای شما حیاتی و مهمه، ولی نماز جمعه را ترک نکنید چرا که خطرناکه. وعید خطرناک آمده، تهدید خطرناک که اگر کسی جمعه را به صورت تکرار ترک بکنه به دلش مهر نفاق میخوره و ضرر داره، زیان داره که غیر قابل جبران. جمعه فرض عینه و حتما نماز جمعه را به پابندی بخونید. الله من و شما را توفیق عنایت کنه و همین توبه را که کردید، توبه دستاورد شما، توبه را نگهداری کنید، توبه را نشکنید و توبه برای شما مهمه. انشاءالله پاک شدید و امروز هم الله گناه شما را معاف میکنه، گناه های من و شما را. همین امید هست به دربار رب العالمین و تاکید میکنید که توبه که کردیم نگاه داریم، توبه شیر مردان باشه، شیر زنان باشه و توبه نشکنیم و توبه شکن نباشیم. الله من و شما را توفیق بدهد. چون وقت کمه من این عرائض بخش اولم را به پایان میرسانم. مطلب دیگری که میخواستم از مسائل در رابطه با مسئله روز خدمت شما عرض بکنم و آن است که دین اسلام یک دین بسیار بزرگ و وسیع با ظرفیت بسیار بالا بسیار مهم و ظرفیت دین اسلام بسیار بالا هستند و حتی تا آنجا ظرفیت داره، تا آنجا در دین اسلام تحمل، تا آنجا دید در دین اسلام هست که خود ما حیران میمانیم که سبحان الله این دید چه دید بزرگی است. و دین اسلام دینی است که الله رب العزت به ما عنایت کرده. معلومی که دید پروردگار و تحمل پروردگار، برداشت رب العالمین چه اندازه وسیع و چه اندازه بزرگ هست. جمهوری اسلامی هم که نسبت به اسلام هم جمهوریت در آن هست و هم این جمهوریت اسلامی هست. لذا هر دو جمله هم جمهوریت تقاضا میکنه که ظرفیت بالا باشه و نظر بلند باشه و هم اسلام تقاضا میکنه که ظرفیت ها بالا باشه و دید وسیع باشد. و لحاظا ما همانطور که این نظام اسلامی ما و نظام دینی ما به اسلام نسبت هست، باید همان اندازه هم مسئولین امر و هم سایر دستاندرکاران و هم علماء شیعه و سنی که خصوصا حامیه نظام جمهوری اسلامی هستند، باید همان اندازه دیدشون وسیع باشه و ظرفیت بالا باشه. این جمهوری اسلامی دید اینجا دید اسلامی هست، دید مذهبی نیست. دید مذهبی محدوده و دید قومی بعد محدودتر حتی از دید مذهبی هست. نباید دیدها مذهبی باشن، نباید به نگاه مذهب نگاه بشه، نباید به نگاه قوم نگاه بشه، بلکه به نگاه اسلام که وسیع همه مذاهب در بر میگیره و همه مذاهب شاخ و شعبه دین اسلامند. لحاظا باید دید همه اندازه وسیع باشه که همه مذاهب در این دید باید به صورت مساوی نگاه بشن، همه اقوام به صورت مساوی نگاه بشن و حق و حقوق همه مذاهب
رعایت بشه. اگر خدای نکرده ما دیدمون مذهبی باشه، این دید مذهبی نمایندگی نمیتونه بکنه از اسلامی، و اگر نگاه ما قومی باشه هم نمیتونه نمایندگی بشه به صورت واقعی از اسلام. باید دید وسیع باشه، باید همه مذاهب ما ببینیم، همه اقوام ببینیم، همه ملت ایران ببینیم، و این حیاتیه برای نظام جمهوری اسلامی، این حیاتیه برای امنیت ملی و وحدت ملی. نباید دیدها را ما محدود کنیم. اگر دید مذهبی باشه یا دید خدای نکرده قومی باشه، خطرناکه برای خود نظام جمهوری اسلامی، خطرناکه برای وحدت ملی ما، برای امنیت ملی ما زیان آور خواهد بودین و بالاخره مردم از یک دیگه جدا میکنه. روی این باید دید چنان وسیع باشه که فراگیر باشه و فرا قومی باشه و فرا مذهبی باشد که همه مورد دید قرار بگیرن. خواسته های مردم، مطالبات مردم، خود مردم باید همه دیده بشن و این بسیار نکته مهمه و حیاتی هست. انتظار ما هم از علمای شیعه و سنی، هم از مراجع بزرگوار و هم از بزرگان نظام جمهوری اسلامیانه که به هر حال همه ملت ایران ببینن، همه اقوام ببینن، همه مذاهب ببینن. همانطور که انتظار است که در سحنه های مختلف حضور پیدا بکنند. الحمدلله نزدیکترین صحنه انتخابات بود، صحنه روز قدس در جمعه بود که الحمدلله در همه صحنه ها ما میبینیم که همه مردم حضور پیدا میکنند، همه اقوام، همه مذاهب، همه دیدگاه ها و گرایش ها می آیند. و لحاظا نظام جمهوری اسلامی، مسئولین نظام، علماء بزرگ و تراز اول، مراجع اعظام و بزرگان درخواست ما اینه که همه ملت ایران ببینند. ما ملت نباید شیعه و سنی بکنیم، ما نباید این ملت تقسیم بکنیم به اقوام. و لحاظا این همه اقوام و همه این مذاهب به قول همین تعبیر جالبی است که همون رنگی کمانند و زیبایی ایران به همه اقوامه، زیبایی ایران به همه این مذاهبه. همه اینها برای ما فرصتن. اهل سنت فرصت برای ایران اسلامی و شیعه هم فرصت برای ما که اهل سنتیم. ما فرصت برای برادران شیعه من. باید یک دیگر را دریابیم، باید یک دیگر را در امور شرکت بدیم، در استخدام ها، در واگذاری های مسئولیت و مناسب و در همه رسیدگی ها باید نگاه یکسان باشه، دید یکسان باشه و همین رضایت پروردگار در همینه و تقویت کشور ما، حفظ کشور ما از همه مشکلات ها و همه تهدید ها و چالش های که پیش روی نظامن، پیش روی کشوران، پیش روی ملت ایران انشالله به همین نگاه ها حل میشن و یک فرچگی ما، اتحاد ما بیشتر تقویت می شود. و این یک نکته بود. و یک نکته که من یادآوری بکنم آن است که الحمدلله علمای اهل سنت یا علمای شیعه همه اینها و اکثریت قاطع اینا الحمدلله حامی نظام جمهوری اسلامی هستند. انتظار آنه که علما وقتی می روند به یک شهرستان بالاخره مورد احترام قرار بگیرن، مورد حرمت قرار بگیرن و نباید به این علما مشکوک شد و اینا را دنبال کرد و بالاخره اینها را زنگ زد و به هر حال که اینا کجا میرن. مخصوصا گلایه ما از مسئولین مشهد داریم و او اینه که به هر حال در مشهد تنگی بیشتری، تنگ نظری ما احساس میکنیم، در حالی که عزیزان در مشهد عزیز ما هستند و به هر حال مردم میای اونجا میرن. مشهد یکی از مراکز بزرگ، هم مراکز، هم شهر زیارتی هست و هم شهر سیاحتی هست و هم شهر علاج و طبابتی هست، پزشکیه، و هم شهر اقتصادی و تجاری و مراکز علمی و دانشگاهی هست و همه ملت ایران نیاز پیدا میکنه. علما هم میرن
و گاهی ممکنه برن جای مسجد جلسه انتظار ما آنه که به هر حال مشهد بیشتر مسئولین امر دریابند و به هر حال اونجا مشکلات نباشه. سایر علمای اهل سنت وقتی میرن به یک شهر ایرانی هستن، این حق داره هر یک ایرانیه به عنوان یک شهروند هر جای میرود به هر حال راحت باشه، فکرش راحت باشه که اینجا ارگانای مختلفن و لحاظا مورد حمایتن و امنیتشون تأمینه و صدر و بزرگواری هست و اطمینان میدیم که نظام جمهوری اسلامی وحدت ما چنان مستحکمه که به یک حرف ضربه نمیخوره یا به یک شخص و دوستان نترسن و دیدشون وسیع بکنن و انشالله مسئولین امر این مشکلات بیشتر رسیدگی بکنن. اخیراً مطلب اخیراً که شنیدیم در اخبار که در حرم مکه بالاخره قصد انفجارات داشتن در داخل حرم، به هر حال این واقعا تکان داد ما را که حرم جایی که حتی کشتن یک حشره جایز نیست و کندن یک برگ جایز نیست. اینا چه کسانی هستند و اینا چه دینی که اینها ادعا دارن که توی حرم جلیقه با خودشون همراه بردارن و مواد منفجره که توی حرم ناامنی درست بکنن. حرم مکه باشه یا مدینه منوره، به هر حال این نوع جنایات و این نوع جرم، کشتن آدم بسیار گناه سنگینی است و جرم سنگینی است و ما حیران موندیم که چقدر خون انسانای بیگناه در بسیاری انفجارات، آدمان بیگناه در پاکستان یا در افغانستان یا در هر جای و یا در ایران، هر جا هست به هر حال آدمان بیگناه چقدر کشته میشه و اینها را مردم منفجر میکنند. بعض تندروها توی مساجد میآیند و نمازگزاران در جنازه یک صحنه را ما دیدیم، وحشت کردیم توی افغانستان. آخه توی جنازه آمدن نماز جنازه بخونن که به همین انفجارات کشته شده و بعد الله اکبر از یک طرف انفجاره و این تندروی هست. دین اسلام چنان چیزی را به هیچ کسی اجازه نداده و لحاظا اینا افرادی که خشمین و عصبانین و باید اینا فکر کنن با آخرتشون، برای قیامتشون. ما دل سوزیم، ما غرضی نداریم ولی واقعا موندیم توی کار که این افراطگرایی و تندروی باید چه حدی باشه که این مسائل امروز در جهان رخ میده، علیه اسلام تبلیغ میشند اینها و بر علیه مسلمانان. ما امیدواریم که آینده نزدیک شاهد باشیم که تندروی نباشه و به هر حال دین اسلام دین گفتمانه، دین مذاکره هست، دین سیاسی صدره و اسلام اگر جهاد هم فرض کرده او به فتوای علماء متشرع و علماء متبحر و مفتیان و فقها هست. جهاد داره اسلام، اما جهادش در کجای؟ آنجایی که علما فتوا بدن. ولذا این نوع مسائل خطرناکن و ما امیدواریم که در امت شاهد چنان چیزی نباشه و دعای من همینه که الله تعالی همه درگیری ها و اختلاف را که در جهان اسلام رخ میده به پایان برسونه. و آخرین مطلب که من یاد بکنم خدمت شما اینه که عیدسعید فطر بسیار ما درست عمل کردیم. بعضی گفتن که آقا اینها ما را پوشاندن، آقا خداییش اینه که ماه نبوده اینجا. ما در ایران یک نفر هم ما را ندید، یک نفر. ما در ارتباط بودیم، تماس داشتیم، مردم تماس داشتن، یک نفر در یک منطقه نگفته که من ما را دیدم. خب ما دیدیم روزه گرفتیم، الان ما را نبینین روزه را بخوریم، این شایسته؟ چرا افراد بدون مسئولیت حرفایی میزنه؟ بعضی از ماهواره ها گاهی میگه که آقا اگر سیاسی نباشه و فقهی باشه ما حرف نداریم. ما میگیم خدایی این عید فقهی بود و خب اینجا الحمدلله به فقه عمل میشه
و ما معتقدیم که باید ببینیم روزه بگیریم همونطور که حدیث گفته و ببینیم و روزه را بخوریم. و لحاظا اینجا بر فقه عمل شده و انصافش امینه که اینجا سیاسی نبوده که از جای ما عید باشه و تحت فشار باشه. نه، گذشته 20 سال 30 سال 40 سال شما نگاه کنید عمل همین طور بوده است. و لحاظا کسانی که دیروز روزه گرفتن اینجا بسیار کار درست همین بوده، بر فتوای صحیح عمل کرده و ما بر دید خودمون متکی هستیم و جاهای مختلف عید دیده میشه. خب ما اونجا حضوری نداریم، ما وقتی توی اون کشورها باشیم به فتوای همه علما عمل میکنیم، اما اینجا ما ملزم نیستی که به فتوای کشورهای مختلفی که ما را رویت بکنه عمل بکنیم. و روی این کار کسانی که روزه گرفتن درست بوده و همین صحیح بوده که امروز الحمدلله ما 30 روزمون هم تکمیل شد و الله تعالی توفیق بده. و از دستاورده که من یاد کردم اعتکاف بود. الحمدلله اعتکاف سال به سال بیشتر زنده میشه. بله، ما بعضی چیز دوستان انشاءالله فرصت دیگه 6 روز شوال را هم یادآوری کردن که انشاءالله روزه بگیریم و هر کسی 6 روز از شوال روزه بگیره او ثواب 1 سال روزه میرسه، چرا که ماه رمضان با 6 روز هر روز به 10 روز میشه و اینا میشن 160 روز و 360 روز و ثواب سال کامل به اون میرسه. و سفر بگیرید که نماز میخوانیم.